بسته داریم، بیایم با هم دیگه بازش کنیم. ولی خیلی واسه این ذوق داشتم. 2 عینک داریم که اگر درست تلفظ کرده باشم از برند لنز مارت برای من اینا رو فرستادن. حالا بیایم با هم دیگه تستش میکنیم. اولین چیزی که گرفتم چون خودم انتخاب کردم، یکی از این مدل عینک گرفتم چون خیلی ترند شده و کلا خیلی فشن و استایلیشه. بر همین خیلی دلم می‌خواست خودم از این عینک‌ها داشته باشم. جنسش که خیلی خوبه، خیلی خوب و محکمه. دیتیل رو ببینید شما، همینطور که میبینید خیلی ظریف و خوشگلم هست. به میاد عینک هستن این مدل عینک ها این شکلی به من میاد، چون به هر کی نگاه میکنم خیلی میاد. بذار این لایت رو خاموش کنم. چطوره؟ خلاصه که تو کامنت ها من بگین کدوم عینک بیشتر از همه من اومد. بریم سراغ دومی هم یک عینک فریم مشکی سفارش دادم، چون به نظر من هر کسی باید یک عینک فریم مشکی داشته باشه، ولی حس کنم خیلی بیشتر بهم میاد. من هر کدوم از این قاباشم خیلی خوبه. رنگ مورد علاقم آبی هم هست و داخل هر کدومم یک دستمالم هستش و واقعا کوالیتی عینکاشون واقعا خوبه. دیتیل رو ببینید شما. و تو سایتشون همه مدل عینک دارن، عینک‌های ترندی، وایرال، عینک‌های خوشگل. تنوعشون خیلی بالا بود و من از این یکی خیلی خوشم اومد. شاید الان اینو با این استایلم بزنم. دست لنز مارت هم درد نکنه که این عینک‌های باحال برام فرستادن و همین دیگه. دوستتون دارم.